هفته گذشته رژیم به شدت درگیر برگزاری به اصطلاح مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی بود و خیلی هم تلاش کرد که اون رو به قول خودش هرچه باشکوه‌تر برگزار بکنه و هیچی هم کم نذاشت. در رابطه با همین مسئله گفتگوی داریم با بابک. بابک، نظر تو راجع به این مراسم و اونچه که گذشت چی بود و چه چیزی به نظرت برجسته بود؟ بله، قبل از اینکه وارد فرو رفتگی و برجستگی های مراسم بشیم، خود مراسم چی بود؟ داستان مراسم سالگرد گرفتن برای این هیولا و بستن القاب و عناوین مختلف به این پاسدار واقعا جانی منو یاد داستان اون پدر و پسره میندازه. نمیدونم شنیدی یا نه تو؟ کدوم داستان؟ هنوز من نگفتم، احتمالاً نشنیدی، پس میگم داستانشو. یه پسری بود به پدرش میگفتش که چرا به ما نمیگن شریف و نجیب زاده و اینا، حالا که به ما نمیگن خودمون بگیم. پدر گفت آخه پسرم، ما 3-4 نسل مرده باشه تا مردم ما رو نشناسن، برای همین ما هرچی به خودمون بگیم کسی قبول نمیکنه. حالا اگه برای اون پدر پسره 3-4 تا نسل لازم بود برای اینکه قاسم سلیمانی این هیولا رو بکنن سردار دلها، یک دوره زمین شناسی یعنی چند میلیون سال لازمه تا اثری از این نسل بشر نباشه، تا نسل بعدی بشر شاید قبول کنه که مثلا این پاسدار رو معلوم مثلا یه دونه از این لقبا بهش میچسبه. بله. اما بیشتر از اینکه خود کارهای ادا اطوارهای رژیم توی این مراسم برجسته بشه، اون چی که به اصطلاح ترند شد و چش همه رو گرفت و اون نقطه برجسته این مراسم این بود که دختر قاسم سلیمانی در حالی که فکر میکرد روح پدرش درش حلول کرده و سخنرانی میکرد، یک گوشی موبایل دستش بود که این گوشی هم در ساخت استکبار بود که این خیلی موضوع خیلی پر حاشیه‌ای شد. بله، عکسش هم مثلا داریم میبینیم. دختر سلیمانی که جوگیر شده بود داشت خط و نشون میکشید برای اونایی که باباشو کتلت کردن. یادش نبود این گوشی که دستشه حق ساخت هموناست که باباشو ناکار کردن و به این روز انداختن. این کار انقدر برای بسیجی‌ها دلخراش بود که یکیشون برداشت نامه نوشت با اسم. حالا بسیجی اسمش مهم نیست، مثلا گربه میشن تا اسم گذاشت، مثلا بسیجیه، ولی این با اسم نامه نوشت. من متن این نامه رو میخونم. نامه این بسیجی دلسوخته میگه که قطعاً گوشی دستتان هم اذهان را با 1000 تحلیل متفاوت متوجه خود میکنن. یکی از این ذهن‌ها که متوجه شده همین بسیجی بیشعور بی ذهنه. گوشی که میگوین آیفون 13 است، گوشی که خود نمادی از شیطان بزرگ است. ببین چقدر دقیق واقعا استراتژیک فکر کرده. در کنار نمادهای قدیمی کوکاکولا و وینستون. یعنی هر جا محصولاتی از این دست باشد به معنای پرچم آمریکاست. یعنی اگه دیدی الان جلوی سازمان ملل کوکاکولا گذاشتن، پرچم امریکاست. در دست هر کس باشد ما را ناخوش است، چه رسد به در دست دختر سردار آمریکا شکن که خون پاکش بر ذمه آمریکاست. میگویند تا محصول تازه این شرکت آمریکایی است. ببین این خیلی بهش فشار آورده، یعنی بعد از ترور سردار تولید شده. به ویژگی این گوشی که اینقدر به این بسیج چون بعد ترور قاسم سلیمانی درست کرده. حالا دختر سلیمانی هم که این گوشی دستش بود، حواسش نبود که بابا خامنه‌ای بارها گفته نباید از برند خارجی استفاده کرد. حتی خامنه‌ای عباشو نشون داد، گفت من این برند عبایی که میپوشم ایرانیه. بله، شاید بهتر بود بابک به جایی که مثلا یه چنین آیفونی دستش بگیره از اون تلفن قدیمیایی بود که قلکی هم کنارش بود، به اصطلاح دوزاری قدیما مینداختن توش، یه دونه از اونها دستش میگرفت دیگه خیال خودش و بسیجی‌ها رو راحت میکرد. نه اونم اشکال داشت، اونم الکساندر گراهام بل ساخته، اونم استکباری. بله اونم جزء استکبار. ببین به نظر من بهترین کاره که میتونست استکبار رو واقعا ناکود کنه این که 2 تا لیوان بار مصرف وام داشت، یه نخ میکشید دستش میگرفت. این کار هم حرمت اقتصاد مقاومتی حفظ شده بود، هم حرمت قاسم سلیمانی حفظ شده بود، هم آمریکا پیام رفع تحریم میگرفت، هم دشمنان میفهمیدن که خانواده قاسم سلیمانی از یک سیستم ارتباطی مطمئن غیر قابل هک داره استفاده میکنه. یعنی با یک تیر چند تا نشون ضد استکباری میزد. بله. حالا از این داستان دختر سلیمانی و این گوشی در میام که هنوز حاشیه داره، چون رژیم برگشت گفت فتوشاپ، بعد گفت نه از رفیقش گرفته، بعد دیدن تا شب این گوشی دستش بود هر ترددی میکرد. خلاصه رژیم این حاشیه رو نتونست جمع کنه. یکی از چیزایی که در این دوران سالگرد قاسم سلیمانی خیلی رو اومد داستان خواب دیدن تو رژیمه که الان سران رژیم، از البته سران هم نه دیگه، همه ریز و درشت خواب میبینن، خواب قاسم سلیمانی. داستان اینه که مدل خواباشون هم مشخصه، خواب جنگی میبینن، احساسی میبینن، رمانتیک میبینن. اصلا تو میتونی بری
سفارش بده بگه مثلا خواب جنگی ببین، خواب کمدی ببین، ولی نقش اولش باز قاسم سلیمانی باشه اون تو. بله. بعد میتونی فیلمنامه بهشون بدی، میتونی بک‌گراند مشخص کنی، کاراکترهای مشخصی بگی اینا رو میخوام تو خواب ببینی که اونا هم بهت شست رفته سناریو تحویل میدن. اولین دیوانه‌ای که خواب دیده دیوانه معروفی است به نام امیر عبداللهیان، همون بیمار روانی که خودش رو دیپلمات میدونه. یه مقدار گوش کنیم چون هر چی بگم از هزل صحبت‌های عبداللهیان کم میشه، بهتر از زبان خودش بشنویم. بله. جمعی از دوستان سردار سلیمانی که جزو مستشاران نظامی هستند، اینا میگفتن که رابطه روحی ما با سردار بگونه است. گاهی اوقات عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه‌ای رو بریم آزاد بکنیم، شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم. این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه. بله. بابک ظاهرا یکی ژانر عملیاتی و جنگی بود. بله. باور کن تمام دیوونه‌ها رو از دیوونه خونه مرخص کن عبداللهیان ببرن. البته این سیمی که وصل بود نه به خاطر رابطه معنوی. آخه 30-40 میلیارد دلار پول مردم ایرانی ببری بدوزی بریزی تو شکم اونا، سیم وصل میشه. بعد اونا چه شارلاتانی ان، دیدن قاسم سلیمانی تیکه تیکه شده، برای که سیم قطع نشه دوباره مجیز میگن که اون سیم با اون دلارا وصل بشه. اما من یه سوال تاکتیکی دارم، چون خیلی تاکتیکی داشت صحبت می‌کرد، میگفت نقشه. این قاسم سلیمانی که مردش میاد به اینقدر تاکتیسیانه که مردش میاد به آدما میگه از این ور نری ضربه می‌خورید، چرا خودش مسیری رفت که توش تیکه تیکه شد، از یک کف دست ازش نموند. نفر بعدی که جفت با پرید تو کار خواب دیدن، پاسداری به نام محسن دهقان. من در تعریف این میگم اگه محسن رضایی رو با سلامی قاطی کنی یه چیزی میشه مثل حسین دهقان. ببین چه چیز عجیب الخلقه ای میشه، چون اونا خودشون عجیب الخلقه. حسین دهقانم یک خوابی دیده، تو گفتم دیگه الان شهر بیکلانتره دیگه، هر کی بس خودش هفتیر میکشه. آمده در تلویزیون در حالی که بحث استراتژیک میکرد و استکبار رو به اصطلاح کار استکبار رو یکسره کرد، آخرش هم یک خوابی دید که اونم خوب از زبان این بشنویم، اینم خود گویاست. بله. هرچی من بگم کم میگم از طنز قضیه. من شب جمعه یه خوابی دیدم، حدود ساعت 3 شب بود که از خواب پا شدم. خواب دیدم یک جمع از دوستان فرماندهان دوران دفاع مقدس بودیم، با هم نشسته بودیم، مثل یک پس صحنه مثل شهدا بودن، در صحنه همین افرادی که در قید حیات مادی هستن. یک دفعه حاج قاسم پا شد و با یک چهره بسیار خندان خداحافظی کرد رفت. بله. مثل که خیلی خوب کار نکرده بودم، یه خداحافظی کرد. بله این تو سناریوش خوب کار نکرد، بیشتر روی بک‌گراند و کاراکترها کار دید، گفتش کیا بودن و فلان، بیشتر روی آرایش صحنه تو خوابش کار کرده بود، زیاد جمله نداشت. بله. و ولی سکانس آخرم به نظرم آخرش دوربین گرفته بود، ازش نتونست اون احساس رو کاملا عینی بکنه. دو مدل خواب دیگه هم هست که خواب احساسیه. اینا آدما از اول هم میگن ما نه اهل خواب دیدنیم نه اهل خواب تعریف کردن، دیگه به واسطه قاسم سلیمانی به ما الهام شده که خواب ببینیم. این دوتا رو هم گوش کنیم، این دوتا تازه کاری که اصلا تا حالا تو عمرشون خواب ندیدن، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی الان خواب میبینن. ببینیم خوابای اینا چطوریه. اسم حاج قاسم اومدش، یاد یه خوابی افتادم. البته من خیلی اهل خواب دیدن و خواب گفتن، حالا آقای دانی بیشتر میدونن، تا حالا توی این مدت هم هیچ چیزی نگفتم. یک خوابی بود خیلی عجیب بود، اما نکته‌ای که داشت این بود که من حاج قاسم رو دیدم به جای پدرم. بعد بهشون گفتم که داشتن با عجله جایی میرفت. خواب کمتر میبینیم، آخر عرایض بنده هست. خوابم ببینیم خیلی یادمون نمیمونه. اما 2 هفته قبل من حاج قاسم رو دیدم و خیلی خوشحالم که واقعا تونستم این توفیق زیارت رو با حاج قاسم پیدا بکنم. بعد این دو نفر خودش رو از اول گفتن تازه کارن، اینا الان خوابشون قابل ارائه نیست، ولی برای قاسم سلیمانی‌های دیگه رژیم که کشته میشن دیگه تجربه کسب میکنن. اینا فقط دو کار اولشون بود، در حد کار اول قابل قبوله. بله. خواب اول خوب بود، باید همین که میگی باید کار کنن که بله کتلت شدن بعد قاسم سلیمانی دیگه هم هست دیگه. اینا اون موقع مجرب میشن روی همه زوایا خوابشون، بک‌گراند، صحنه، آرایش صحنه، ادیت، اینا کار میکنن. ولی من نمره قبولی میدم به کار به عنوان کار اول. یکی دیگه خواب دیده، این یه پیام هم از قاسم سلیمانی آورده، یعنی یه
افکت ویژه هم داره خواب این، پیامی که قاسم سلیمانی به امثال این داده. اونم گوش کنیم که من ادامه میدم که این خوابش گفتم یه افکت بیشتری داره از خوابای بقیه. و این یه چیز خیلی جالبی بود برام که هیچ وقت یادم نمیره. اینو خیلی دوست داشتم بگم. و اینکه توی خواب من گفتم که عمو گفتش که خیلی ناراحت میشم وقتی یه جا میبینم مردم میگن که ای کاش حاج قاسم بود. چرا فکر میکنم من نیستم؟ من هستم. به فلانی، یعنی همین که انگشت درم خواهی بهش بدی، به فلانی بگو، به همکاراشم بگه، به مدعا هم بگه اینقدر نگن که کاش حاج قاسم بود. مگه منو نمیبینید شماها؟ بله. اینو من پیام مهمی بوده بابک. من حرف اینو قبول دارم. راست میگه. قاسم سلیمانی واقعا گفته ببین این نگید چه ای کاش من بودم. این بلایی که سر من اومد در مقابل اون بلایی که میخواد سر شما بیاد در فردای ایران و دادگاه مردم چیزی نیست. هی نگید من بودم. من شانس آوردم که همینقدر بهم رسید و رفتم. که حرفش درسته. اما من آخر کار به این آدم‌های دل سوخته که البته اینا دلشون برای قاسم سلیمانی نسوخته، سرنوشت خودشونه که نگاه میکنن خیلی وحشت میکنن و افتادن به این کارهای حزب. بله. نقل قول میکنم از داستویفسکی، نویسنده داستانسرای تماممند قرن 19 روز، که به امثال این آدم‌ها، چون داستویفسکی یه ویژگی داشت کتاباشو بر اساس شخصیتاش روانپریش و اینا بودن، بله. مثل سلامی و همین فتاح و زندگان و عبداللهیان، بیشتر از این شخصیت‌های به اصطلاح غیر نرمال استفاده میکرد توی چیز کتاباش. این یه جمله داره که خیلی مناسب حال این رژیمیاست. میگه اصلا سعی نکنید که ثابت کنید کدومتون از کدومتون کثیف‌ترید و تلاش اضافه در این زمینه نکنید. جهنم برای همتون جا داره و همتون به جهنم خواهید رسید. باز به احتمالاً وقتمون تموم شد. متاسفانه. و بقیه صحبت‌ها رو سر آدم‌های رژیم و موضوعات رژیم، البته قسمت حظر و ابتذالش که 99% کار رژیم همین قسمت رو تشکیل میده، در هفته‌های بعد خدمتتون خواهیم رسید. بله، تشکر می‌کنم ازت بابک از صحبت‌هایی که کردی و همونطور که خودت هم گفتی انقدر جنبه‌های حذف در حرف‌های سرکردگان رژیم هست که ما باز هم با تو خواهیم بود و حتما به اونها خواهی پرداخت. خیلی خیلی متشکرم از تو بابک عزیز که در این برنامه با ما همراه بودی.